حال هوای غریبیه. آدم یاد غریبی امام رضا میفته. این که میگن غریب الغربا، واقعا این روزا حس میشه. و رو میکنم به حضرت میگم یا علی ابن موسی رضا، اینجا اومدم برای خدمت به زائر شما. زمانی که زائرتون نیست من به کی خدمت کنم؟ خجالت میکشیم سرمون رو بلند کنیم، چون زمانی که می اومدیم میگفتیم یا امام رضا، اومدیم به زائرات خدمت کردیم، در قبال خدمتی که به زائرات کردیم دوست داریم یک جوابی به ما بدیم، ولی الان چی به امام رضا بگیم؟ تمام زائرین وقتی میشناسن اینه که ما رو میگن دارین میرین حرم، التماس دعا دارم. تو این صحن و سرا وقتی میای بغض گلوتی میگیره، نمیتونی خودت حرف بزنی. خیلی شرایط برای ما سخت و بحرانی شده. عرق شرم نشسته به جبینم، من بمیرم حرمت خالی نبید. سلام آقا، ولی نه این بار از کنار ذریح. سلام آقا، با اینکه من نیستم به ظاهر شبیه. سلام آقا، ولی نباز از کنار باب الجواد. سلام آقا، گداتون امسال نشد به مشهد بیاد. خیلی سخته. امام رضا غریب نیست، ما غریبیم. به نظر من خود خادمین من اون غریب شد.